بچه‌ها امروز من ویدیو دیگه میذارم چجوری یه دونه اسکین اقتصادی برای خودتون داشته باشین که آخر ویدیو نکته داره که حتما بهتون میگم. این اسکینا رو فقط داخل گالری میتونید داخل موبایلتون استفاده کنید که خیلی خفنه. شما اسکینا فقط داخل گالری میتونید استفاده کنید. برای خودتون میخواید اسکین درست کنید بعد کامپیوتر داشته باشین. بریم برای ویدیو. خوش شما داخل بخش نووا اسکین رو داخل گوگلتون سرچ کنید. داخل تصویر مشاهده میکنید، بعد اسکین رو برید داخلش. صبر کنید تا بیاره. شما یه دونه بخش براتون میاره که شما برو گالری رو بزن. شما حتما باید اینو بزنید اگه گوشی دارین. اگر ندارین که هیچ، به همینجا بزن، اینجا بماند. یعنی با کامپیوتر اینا. این برای گوشی اصلا طراحی نشده سایتش که حتما شاید طراحی شه. خب شما اینجا بزنید برو گالری. صبر کنید تا بیاد. اینجا یه عالمه اسکین خفن داره که شما میتونید اینجا دانلود کنید، داخل مارکتتون اد کنید که خیلی اسکین خفن نازی داره. شما یکی رو باید انتخاب کنید. فقط اسکینای مرغ، تیر، چیزای اسکینای کوچیکه فکر می‌کنید واقعا کار نمی‌کنه. مثلا همون تیره کار نمی‌کنه، اصلا اینا کار نمی‌کنه. هر شاید هم برای بعضی کار کرد. خب یه دونه اسکین اینجا شما انتخاب کنید که یه عالمه تنوع داره. الان برای من یکم نتم ضعیفه، قشنگ نمیاد بالا. من همین اسکین رو انتخاب می‌کنم. بعد داخل هر اسکین یه عالمه تنوع داره. اینجا تبلیغ میاره، تبلیغ رو رد کنید. خب اینجا میبینید یه دونه صفحه دیگه بهتون آورده که نوشته دانلود اسکین جاوا بدراک. شما باید بزنید دانلود اسکین جاوا بدراک رو بزنید، کار نمیکنه اصلا، براتون دانلود نمیشه. خب اینجا شما دانلود اسکین رو بزنید، صبر کنید تا دانلود بشه که چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه. خب شما داخل بخش گالری بعد همچین صفحه براتون بیاد که اسکینتون قشنگ روی اسکینتون، یعنی همون آدمتون قشنگ بیفته که خیلی چیزاتون. بعد الان برید داخل ماینکرافت. اونجا صبر کنید تا ماینکرافت براتون بیاد. خب میبینید الان مانیکا فرمن اومد. شما یه دونه اسکین باید اد کنید اینجا. یه دونه اسکین دیگه اد کنید که بهتون تک تک بهتون یاد میدم. اگر اینو توی کامپیوتر درست شد براتون آموزش میذارم داخل کامپیوتر چجوری طراحی کنید که خیلی آسون هم هسته. خب اینجا شما یه دونه اسکین باید بین داخل اسکین پایین نوشته یه دونه سبزه. شما اینجا بزنید، بعد اون عکسی که داخل چه بعد اینجا بیارین. شما از این بخش میتونید عالمه اسکین رایگان پیدا کنید که اسکین رایگان پیدا کردن کمه. شما اینو باید بزنید که اینجا اسکین رو بیارین. صبر کنید تا مانیکا باز شه. خب الان بود. اینجا میتونید شما انتخاب کنید لاغر باشه لاغر. من چاق میزنم که میبینید الان اسکین تو به راحتی اد شد که خیلی خفنم هسته. فقط این سایت برای کامپیوتر، متاسفانه این سایت برای گوشی نیست. اگه برای گوشی اومد حتما بتونید، میگم که برای گوشی اومده که شما برید برای خودتون یه دونه اسکین اقتصادی درست کنید که خیلی خفن هسته. با طراحی خودتون میتونید برای خودتون یه دونه اسکین خفن درست کنید. بعد یه نکته دیگه این داره که این با فیلتر شکن ماینکرافت. بعد شما فیلتر شکن کنید که بتونید اسکینتون رو اد کنید. تمام. حالا اگه کامپیوتر درست شد که براتون ویدیو آموزششو میذارم.